بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة فلم يزح فلا يقربن مصلانا. رواه ابن ماجه و احمد رحمهم الله. حضار عزتمند و گرامی، در سلسله روزهای خیلی متبرک و مقدس قرار داریم. از یک طرف الله سبحانه و تعالی در این روزها هر عمل صالح پیشش محبوب است، حتی از جهاد در راه الله کرده. از طرف دیگه تعداد کثیری از مسلمان های ما در یک نقطه که از اونجا انتشار توحید و عقیده یگانگی الله سبحانه و تعالی نشر و اشاعت پیدا کرده، در او مرکز واقعی اسلام جمع شدن. رنگا و نژادا مکمل از بین رفته، زبان و لسان و مسلک و تنظیم و جغرافیه و قوم مکمل از بین رفته. کلگی یک کلمه لبیک اللهم لبیک صدا داره. روزهایی است که در اونجا برای انجام یکی از جمله عبادات پنجگانه ما که الله سبحانه و تعالی سر بندگان خود فرض گردانیده، تعداد کثیری از مسلمان ها جمع شده و او را انجام میده. هر ملت و قوم برای خود روزهای خوشی داره. ملت ها و قومایی است که روزهای خوشی خود روز تولد بزرگ خود، روز پیروزی خود بالای کدام قوم جشن میگیره و خوشی میکنن. خوشی هم به اعمال خیلی ناشایسته. اکثر شما میبینی قطعی مردمایی که ما و شما همسایگی داریم و آشناستیم هندوها هسته و همچنان بودایا را امروز کل جهان توسط تلویزیون و اینترنت در کف دست انسان آمده. شما مراسم جشن یا خوشحالی هر ملت میبینی و براتان واضح میشه. آتشبازی است، خوشی کردن است، عیاشی است، رسوایی هاست که هیچ حد و اندازه نداره. از امو خاطر اکثر روزهای خوشی ملت های دیگه منجر به قتل و کشتار زیاد مردم میشه. اما اسلام دین منضبط است، دینی است که از جانب الله سبحانه و تعالی آمده. برای ما که کدام روز خوش مقرر کرده کدام روز است؟ آیا روز تولد کدام شخص است؟ یا روز پیروزی و تغلب یک قوم بالای قوم دیگه است؟ یا روز اختطاف یا نعوذ بالله به یغما بردن یک مملکت دیگه است؟ نه خیر. در دین مقدس اسلام او روزها قابل جشن و قابل خوشی قرار داده شده که در اونجا بندگان الله سبحانه و تعالی احکام الله را به وجه احسن تکمیل میکنه، بعد از خوشی میکنه. عید فطر بعد از اینکه یک فریضه مهم اسلام، فریضه ای که الله سبحانه و تعالی چقدر خوبی ها و چقدر خوشی ها و چقدر حکمت ها در او نهفته است، رمضان مبارک
که سبب صحت عمومی همه مسلمان ها میشه، سبب خوشی همه مسلمان ها میشه، آشنایی با عبادت الله سبحانه و تعالی پیدا میشه. بعد از یک روز ما و شما پس از سپری کردن همچه عبادت تجلیل میکنیم و به نام روز عید فطر یاد میشه. عید قربان هم بعد از اینکه تعداد کثیری از مسلمان های ما اونجا فریضه پنجم اسلام که عبارت از حج است او را به سپری میکنه، او روز تجلیل میشه. الله سبحانه و تعالی این روز خاص برای حجاج نکرده بلکه برای همه مسلمان ها. از اینکه بسیار مسلمان ها شایق است، میل داره، دلش تمنا و آرزو داره که همچو فریضه را یام ادا بکنه، اما از ادای از او عاجز است، یا فرصت برش برابر نشه، توانمندی نداره، یا موقع برش نیست. از او خاطر الله سبحانه و تعالی بنده های خود همونطور محروم و مایوس نمی سازه. رنگ و شکل و شباهت حجاج برای بندگان دیگه خودم داده. یکی از او شباهت ها نگرفتن مویا و ناخناست تا وقتی که حلال ذوالحجه یعنی ماه ذوالحجه جدید میشه و کسی ارادی قربانی را داره باید شباهت با حجاج پیدا بکنه، موی و ناخونی خود نگیره. حکمت دیگه در این هفته است وقتی که چند روز یعنی 10 روز تیر میشه و بعد از او نظر میکنی به سوی مویای بدنت و ناخونایت، چهره و شکل خودت برای خودت بد معلوم میشه، آنقدر نفرت داری که هیچ پرسان نکو. بعد از او برای واضح میشه که دین مقدس اسلام چقدر دین تهذیب است، دین طیب است، دین پاکیزگی و دین طهارت و نظافت است. اسلام چقدر انسان به انسانیت برابر میکنه. اگر برای ما امر کرده که زیر قولای خود ما تراش میکنیم هفته به هفته، زیر ناف خود تراش میکنیم هفته به هفته، ناخونای خود میگیریم هفته به هفته، به خاطر چیه؟ به خاطر از اینکه انسان الله سبحانه و تعالی نظیف پیدا کرده، همینطور نظیف باشه. در هیچ دیانت کفار با اونمو قدر پاکیزگی و صابون زدن خود بازم پاک نیستن. نعوذ بالله از مویای بدن خود آگاهی و خبر نداره، از ناخون خود خبر نداره. این پاکیزگی فقط و فقط برای مسلمان است، برای اسلام است. این جدا موضوع است که ما مسلمان ها چون فرامین الله سبحانه و تعالی را با وجه درستش تکمیل نمی کنیم، بس اوقات منجر میشیم به حدی که بروتای ما مثل مجوسا واری نعوذ بالله دهن ما را پنهان کرده می باشه، ریش تراش کرده می باشیم، مکمل روزانه 5 دفعه پاکی زده رویسته اما بروتش دهن بند کرده. این آداب اسلام نیستی را الله امر نکرده. این خود مسلمان میگه اما به امر مسلمان به شکل مسلمان خدا جور نکرده، یا سیاسر ما ناخونی خود گذاشته به مثل پنجال پیشک واره. این حکم اسلام نیست. اسلام برای ما به قسم دیگری امر کرده که او تهذیب یک انسانیت برای ما وادار و واضح می سازه. به این خاطر وقتی که حجاج دینمی حالت خود مکمل تسلیمی الله میکنه، ترک دنیا میکنه، آن چیزی که توجه انسان به سوی دنیا میگردانه او چیزا باید متروک باشه. حاجی مکمل فکرش طرف آخرت باشه، از مال اولاد از همه کار کسب مکمل جدا شده، حتی توجه به بدن خود نکنه، مکمل فکرش طرف آخرت باشه، طرف الله سبحانه و تعالی باشه. روزهای را سپری میکنه در عرفات، روز نهم که سوال قبول میشه به الله عاجزی میکنه، یک رنگ از کل مخلوق میبینه، در یک لباس است، هیچ تفاوتی نداره، نه در بین پاچا و نه در بین یک گدا، هیچ کدام تفاوتی وجود نداره. اونجاست که کی با کدام عمل به پیش الله دست خود بالا میکنه. هر انسان جمعی دانه ماضی ما چی رقم بود، با کدام حالت بود. در روز قیامت پیش الله سبحانه و تعالی به مهتر حالت ما و شما پیش میشیم. امرای ما فقط عقیده و عمل است، چقدر عمل صالح داریم و چقدر عقیده صحیح داریم. این نیست که کلگی به کعبه رفت پس قابلش از این شد که دستش بوسه شوه. اینطور کسایی است که در حج میره اما لعنت الله سر از او پس میایه، به خاطر از اینکه کل عمر خود در ظلم و زیادت در بدعت و شرک تیر کرده، امالی رفته مفهوم لبیک اللهم لبیک نمیدانه، مشرک رفته پس مشرک میایه. هر کس که حاجی را طواف کعبه را طواف میکنه این نیست که باید دستش بوسیده شوه. این در کجاست؟ بسیار کسایی هستند که اونجا رفته با وصفی که
اتور جای رفتن به نیت درست با پورا کردن شرایطش، پس برمیگرده به مثل که از مادر تولد شده باشی. لیکن برای کی؟ برای کدام شخص؟ ما افراد داریم که رفته بلکه نعوذ بالله گناه دیگر هم قطع خود آورده. در ایام حج تور مردم هست که دستش از دست دزدی قطع میشه و هم طواف کعبه را کرده، گیر میاد که صبوری کرده اونجا بندی میشه، بعد از اون دستش قطع میشه. از افغانستان خودی ماست و هم به نام حج اونجا رفته. هر کس حاجی شده نمیتونه. طواف بیت الله تنهایی نیست که هر کس رفت خلاص شد. پول خود مکمل از ظلم، از رشوت و از حرام جور کرده و رفته اونجا حاجی صاحب شده. کل عمر فقط تلفن بکن ذکر الله نیست، طواف نیست. خوش بایسته که ما رفتیم پس میام مردم گل را گردنش بندازه خلاص. این حج نیست. حج برای خود شرایط داره. مخلوق الله را که ببینه اونجا، ببینه که چقدر مردم عاجزی به الله میکنه، چه قسم عبادت الله را میکنه، چه قسم عقیده داره، چه قسم اخلاق داره. من خو در جمعه پیشینگه براتان گفتم که حج یکی از جمله مدارسی است که همه چیزا را باید اونجا آدم یاد بگیره. این فریضه تکمیل میشه. ما و شما مشابهت دیگه هم رای حجاج داریم. حجاج اکثرش قربانی دم شکر میکنه. قربانی سری از ما واجب نیست، مستحب است. یک آدم در حج رفته پس امر میکنه در خانه قربانی بکنه از طرفی ما، میتونه، برش جایز است. پیغمبر علیه السلام روان بود از حج، روز عید قربانی را گرفتن چپه کردن مستحب است برشان، خوب است. اونجا خودش برای خود ذبح میکنه. یکی قربانی که و ذبح میکنه را دم شکر میگه. در یک سفر دو عبادت الله را جمع کرد. نو که رفتن عمره کردن، بعد از او باز حج فرضی را کرده. این عمره کردن یا متصل فرضی می باشه یا منقطع می باشه، یعنی از احرام خود حلال میکنی، تنها عمره میکنی، بعد از او حلال میشی. اگر حلال کردی را تمتع میگه، اگر نه که احرام پیوست به فرض کردی را قران میگه. دو عبادت الله را در یک سفر جمع کردی، بعد شکر نعمت الله سبحانه و تعالی را بکشی. از او خاطر او قربانی که اونجا کشته میشه او را دم شکر میگه، قدر نعمت الله را میکنه. او قربانی نیست، چون مسافر است سرش واجب هم نیست. یک حاجی صاحبش قربانی نمیکنه سرش نیست. اما اگر بکنه اونجا خودش ذبح میکنه یا در وطن امر میکنه میتونه، برش مستحب است. پس ما بندگان الله سبحانه و تعالی در ذبح قربانی تشبیه با امرای حجاج میشیم. اونجا حیوان ذبح میشه به نام الله. ذبح یکی از عبادت هاست. ذبح یکی از عبادت هاست. اگر یک شتر تو در یک لک افغانی قیمت داشته باشد، تنها در وقت ذبح بگویی که بسم محمد صلی الله علیه و سلم، این حیوان حرام قطعی شد، مثل گوشت خرواری گشت، خورده نمیتونی به خاطر از اینکه ذبح عبادت است تو به نام الله نکردی، به نام غیر الله کردی. فقط در وقت ذبح. امروز گوشتا فروخته میشه، ذبح کنندش یا قصابش معلوم نیست که مشرک است یا کافر یا موحد. میگیریم خریده میریم. برای ما خو از برازیل هم اگر گوشت در کسیش نیستیم خورده میریم، ارزان است میگیم. پشت از این میگردیم کی ذبح کرده، چه قسم ذبح شده، او را در کسیش نیستیم. اینجا هم قصابی هست که در عمر الله اکبر نماز نخوانده، ذبیحش حرام است. 1 میلیون مال ذبح کرده باشه حرام است. چرا؟ کسی که به طور عمومی به طریق دائم نماز ترک کرده باشه او کافر است. ذبح کافر درست نیست. خب ما پرسانی از این نمی کنیم. از این خاطر ذبح یک عبادت است. ما اینجا ذبح میکنیم روز عید. اما قسم که او حجاج برآمده، در دشت برآمده، سایه را اعلا کرده، جاهای راحت اعلا کرده، جاهایی که در اونجا خیلی با تنعم و خوشی تیر بکنه او را اعلا کرده، در دشت و بیابان برآمده. شما هم سنت است، بلکه ضروری هست که در مسجد خوانده نشوه. ما که در میدانا میخوانیم به می خاطر میخوانیم که خوش نداره پکره، که خوش نداره سایه را. در دشت برآمدن به خاطر اظهار عزیز. اونجا حجاج لبیک اللهم لبیک تکبیر میگه. اینجا با شما وقتی که در عید خود میایم در راهها تکبیر میگیم، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر،
الله اکبر ولله الحمد. شان و شوکت مسلمان ها باید در اینجا واضح شود. از او خاطر در عید مسلمان ها حتی زنا هم آورده شود. این بیغیرتی است. این اصلا بد دانستن حکم اسلام است. کسی که زنی خود نمیکشه و میگه من غیرت میکنم زنی خود در عیدگاه نمیبرم. زنی تو از زنی رسول الله صلی الله علیه وسلم که به الله قسم اگر بلند باشه، اگر مرتبهش بلند باشه، دختری تو از دختری رسول الله که بلند مرتبه نیست. اما رسول الله تقوی تو از تقوی پیغمبر بلند نیست، تقوی تو از تقوی صحابه کرام رضی الله عنهم بلند نیست. اما و دین نمیدانه و تابعدار دین است. ما تو ننگ بری خود میگیریم که سیاسری خود چطور در عیدگاه ببرم. نمیدانیم که در چی خیر است، چی برکت است، چی عزتمندی است. نمیدانیم بیچاره. ام عطیه رضی الله عنها صحابی است و میفرماید که پیغمبر ما کنا نؤمر. عقبه ابن عامر رضی الله عنه نقل میکنه از پیغمبر علیه السلام کنا نؤمر ان نخرج یوم العید. ما مامور شده بودیم. عامر کی بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. عقبه ابن عامر رضی الله عنه میفرماید که ما مامور شده بودیم که برایم در روز عید، برایم در مسجد نخوانیم، در دشت برایم، در صحرا برایم. باز چی میگه؟ حتی نخرج البکر من خدرها، تا ای که دختر جوانی که سالا در پرده زندگی کرده بودیم روز بعد از او جای پردهش بکشیم و ببریم در طرف عیدگاه. از ما خود دختری ما پنتون میخوانه، قطعی بچه های جوان یک جای در چوکی بشینه. دختری ما خود صبح برآمده خفتن پس میه از لیسه مریم برمیگرده. دختری ما خود عروسی فلانی خان رقص کرده، فیلماش گرفته شده. وقتی که موضوع عید میه باز نمیگذاریم، باز ما میگیم ما غیرتی مردم هستیم. زنا را ده. این بدبختایی که دین نمیدانه، از سنت رسول الله خبر نداره، باز اعتراض میکنه. سلفی ها پیدا شده زنای خدام بیرون میکنه. نعوذ بالله نسبت دیوسی را به ما میکنه. این دیوسی است. او بدبخت تو نسبت دیوسی را به پیغمبر و صحابه میکنی و هم دخترها و زنای خود در بیرون عیدگاه کشیده بود. خود تو دین خبر نداری. تو دین خبر نداری. تو سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر نداری. تو آگاهی از دین نداری. در بین ما کسی که دعوای تابعداری سنت رسول الله را میکنه ولی ما سیاسرهای خود نمیتونیم کشیده. خلاص در کدام خیر شریک کردیش؟ راستی تا بگو. سیاسریت نماز میفهمه، سیاسریت کلمه را ترجمه کرده میتونه. در کدام خیری اسلام شریک کرده ایشه؟ یک دفعه برای ما بگو. اگر در روز قیامت این سیاسر در جاغی تو دست برات بگویه که بگو فرایض عقیده را، آن چیزی که عقیده بود امور تو برای ما تشریح کردی شوهر بودی، ننگ و غیرت هم میکردی که از خانه نبرای. خود در چی ننگ و غیرت میکردیم؟ در کار دین. در کار بیدینی ننگ و غیرت نداریم. هر رقم لباس از سیاسر ما میپوشه، در هر مجلس رفته میتونه. من پیشتر گفتم دختری ما جوان در پانتون میره، هیچ گپی نیست. خلاص در یک چوکی میشینه. او میگه که ما دخترای جوانی که پرده‌نشین بودن از امو در بین خانه یک جای خاصی که برای دختر جوان تیار شده باشه از او ما میکشیدیم. او را خضر میگه حتی نخرج الحیزه، تا ای که ما میکشیدیم سیاسرایی که به مریضی ماهوارم بودن. چرا میکشیدیم؟ ما را چرا میکشیدیم؟ ما خود نماز خوانده نمیتونه. چرا؟ فیکن خلف الناس، می بودن زنا در پشت سری مردم، فیکبرن بتکبیرهم، زنام تکبیر میگفتن به تکبیر مردم. زن تکبیر میگفت، ما وره بلند نمیگفت لیکن تکبیر میگفتن. عظمت الله را بیان میکرد دمی روز. دین است. زنا هم تکبیر میگفتن باز و یدعون بدعائهم، طلب درخواست میکرد از الله به دعای مسلمانا. اونجا زنا هم از الله از این رحمت درخواست میکرده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنایی که مریضی ماهوار است که نماز خوانده نمیتونه، اونجا حاضر میکرد که باید در جماعت و صف مسلمانا باشه. کجاستیم؟ سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه قسم احیا میکنیم؟
چه قسم میاییم روزای عید روزی جشن مسلمان است، روزی خوشی مسلمان است، روزی اظهار محبت مسلمان است، روزی است که تو باید امو شان و شوکتی تا خوب واضح بسازی. این خوب بی اتفاقی است. ملا صاحبا صرف به خاطر پر کردن جیب خود که در روز عید برش چندگک میشه که 1000 واجب و سنت برش بگوی که بیرون رفتن واجب است یا سنت است قبول نداره. چرا؟ خرچی جیب از بین میره. او عقیده به الله نداره که رزاق الله هست. او میگه که فقط همین چنده مردم است که من میچلم. دشتا داره، باغا داره، جاها داره، لیکن نماز در کجا میخوانه؟ در مسجد. در مسجد نبوی یک نماز برابر 1000 نماز در مساجدی که ما شما نماز میخوانیم است. یک نماز برابر چند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم امین نماز مسجد نبوی را ترک میکرد، می برآمد به سوی چی؟ دشت و بیابان. از این خاطر ما در روزای عید میبراییم در مسجد نماز نمیخوانیم. با تأسف که جای نداریم، عیدگاه نداریم. این گپ ما باید بگویم. او سلفیان، او کسی که خود متبع سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگیره، یک قبرستان بر من نشان بده که یک جای شما گرفته باشه. یک عیدگاه را باید داشته باشیم. کجاست؟ ما به سرایدارا و مارکت والا عذرا کرده رو استیم که برای ما جای بده. ما یک جای عیدگاه و قبرستان نداریم. چرا نداریم؟ تو پراگنده هستیم. کسی مرا گفت که مجموعه احیای سنت چقدر علما هستی؟ گفتم چقدر علما باشیم؟ 1000 عالم دمی کابل خود از سلفی میگیره در تابعداری سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک پرسان میکنه از حال یکی دیگه پرسان میکنه که من تنها اگر بری خود نماز میخوانم تابعداری میکنم این خوب است یا نه؟ که نه، ما یک قوت باشیم، دفاع از خود کرده بتانیم، در هر جای خلط نخوریم. مولوی صاحبی ما فقط پیسه را خوش داره، وقتی پانتون و مکتب خود خوب میشناسه امونجا رفته رایسته، باز پرسان نیسته. بله، اگر کدام خلل یا نقصان در مجموعه وجود داشته باشه بیا نرواری بشی، مناقشه کو، دلیل بگو. امون زندگی که تو اختیار کرده امون طور زندگی را برای ما توصیه کو که ما امون رقم زندگی بکنیم. باز اجتماعی نداشته باشیم، باز جمعه نداشته باشیم، باز عیدی نداشته باشیم. عبادات الله سبحانه و تعالی کلش وسیله متفق ساختن مردم است. از نماز 5 وقت گرفته تا جمعه را تا عیده. اجتماع هفتگی ما جمعه است. اجتماع 5 وقت ما نمازهای 5 وقت است. اجتماع سالانه ما حج است و در مملکت‌های نزدیک و در شهرهای نزدیک عید است. دغه اعلانونه چې تاسو کوي دا څنګه لارې باندې کوي چې کی دا چیرته زی څوک دی؟ کورلای سفید کوم ځای کې ولاړ دی؟ کورلای سفید 44 388. از این خاطر عید ما یکی از جمله نشانه ها و معالم شان و شوکت مسلمان است. از این خاطر در این روز شان و شوکت مسلمان ها باید خوب واضح بسازه، خوب نشان بده. الله خوش میشه زمانی که تو میبرای طرف عید تکبیر گویا میباشی. حدیث است پیغمبر صلی الله عبدالله ابن عمر رضی الله عنه را میگن این اثر است. کان یخرج فی العیدین، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میبرامد در اردو عید رافعا صوته بالتهلیل والتکبیر. لیکن حدیث مرفوع هم است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون جمعه که امرای فضل ابن عباس، امرای عبدالله ابن عباس، ام ایمن، زید ابن ثابت،
امرای صحابه از اقاربش علی رضی الله عنهم میبرامدن. پیغمبر علیه السلام امرای ازواب میبرامد در حالی که رافعا صوته بالتهلیل و التکبیر، در حالی که آواز خود بلند کرده می بود، با لا اله الا الله گفتن و با الله اکبر گفتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم آواز بلند میکرد، کوچه های مدینه آواز پر میشد، عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی در تکبیر بیان میشد. ما چرا نمیتونیم خب میایم در عیدگاه خود اینطور ننگ داریم که آواز چرا بلند کنم با الله اکبر؟ بسیار میشرمیم که الله اکبر یک دفعه بلند بگویم، حالان که جهر گفتن تکبیر ای از جمله ضروریات است. از او خاطر عید ما و شما باید همین قسم صاحب شان و شوکت باشه و ما بدانیم. ان شاء الله ساعت 7 بجه نماز عید میخوانیم، هم برای طبقه ناس جای است و هم برای طبقه ذکور ان شاء الله. دیگه از چیزایی که برای ما ضرور است قبل از عید موضوع قربانی و تکبیر تشریق و موضوع روزه گرفتن روز عرفه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث که ابی قتاده رضی الله عنه نقل میکنه، حدیث مسلم است، که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم، سوال کرده شد از پیغمبر علیه السلام عن صوم یوم عرفه، از روز عرفه، از روزش سوال کرده شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر علیه السلام گفت که یکفر السنه الماضیه والباقیه، روزه گرفتن روز نهم یک سال گذشته را گناه ها را معاف میکنه و یک سال آینده را هم. این برای حجاج نیست، فقط برای ما و شماست. ما در جمعه گذشته براتون گفته بودم در 10 روز ذوالحجه کسی روزه میگیره سنت نیست، لیکن عمل صالح است. هر عمل صالح به نزد الله محبوب است. یک کسی من حیث عمل صالح روزه میگیره، این روزه را بالکل برش جایز است، لیکن سنت نمیدانشه. سنت فقط و فقط روز عرفه است، تنها روز عرفه. و روز عرفه الحمدلله روز پنجشنبه است که 2 سنت یک جای میشه. بیازم روز پنجشنبه روزه گرفتن سنت است و این روز عرفه هم است. دیگه موضوع قربانی ماست. حدیث براتون خواندم، ابی هریره رضی الله عنه میفرماید که پیغمبر علیه السلام گفت من کان له ساعت. در تلویزیون و رادیو ملاها 6 تا تعالی را مو گپا را میزنه. میگه یک کسی از جمله سلفیای ما در کامنت داده بود، نوشته کرده بود در چی که نصاب داشته باشه، باز از حاجت اصلی اسباب و وسایلش اضافه باشه، باز بعد از او سرش قربانی میشه. در کدام حدیث آمده پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته که نصاب داشته باشه باز قربانی میشه؟ در کدام جای گفته که حاجت اصلیش تکمیل باشه؟ امروز 80% مردم کابل حاجت اصلی نداره. کدامش خانه از خودش است، اکثر کرایه در خانه گروی نشسته. جوانای 40 ساله تالی را زن نداره، حاجتای اصلی داره، هیچ چیز وجود نداره. بشینن دیگه در اینجا خب 20% مردم اینا قربانی بکنه. خود چون که قربانی یک نوع ریاده ایش میآید، لاف میزنه که میبرن. بسیار ناوقت شد سر ما امروز. چرا ناوقت شد؟ تا دیگر بند بودیم 4 دانه از ما بود، زدی تبا کردی عبادتی تا، در بدر کردی عبادتی تا، یه جلال نمی کردی صرف به خاطر ازی که خود نشان دادی که ما 4 دانه داشتیم. 4 دانه نه. میایه حدیث براتان میخوان. از ما که رسول الله سخی بود صلی الله علیه و سلم، از ما که خیلی زیاد حریص بالای امور دین بود. یک نکته را همیشه در ذهنتان بگیری، هیچ عمل، هیچ عبادت مثل عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده نمیتونه. هیچ عمل مثل عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم شده نمیتونه، بالا شده نمیتونه. حریص‌ترین مردم بالای عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. افضل عبادت پیغمبر علیه السلام میکرد، ولی او از ما که بسیار مردمای دوستدار داشت. چند قربانی برش کرده، ایره براتون میگم. اول قربانی را میگم. رسول الله در حدیث گفت که من کان له ساعه، کسی که توانمندی داره. ساعه چی را میگه؟ دمی روز عید، در روزایی که قربانی میشه 4 روز است، روز عید است و بعد از 3 روز دیگه این روزای قربانی است.
دمی روزا اگر کسی توانمندی پیدا کرد که یک دانه بز گرفته میتونه یک ساله را، یک دانه گوسفندی از 6 ماه اضافه را گرفته میتونه. گوساله و شتر بگذار، سری از قربانی است. پیغمبر علیه السلام میگه من کان له سعة فلم یضحی، کسی که توانمندی گرفتن قربانی را داشت و ذبح نکرد فلا یقربن مصلانا، در عیدگاه ما حاضر نشوه. در کجا نصاب آمده؟ در کجا حاجت اصلی آمده؟ اگر نصاب می بود پیغمبر نصاب زکات بیان کرده میتونه، از قربانی را بیان کرده نمیتونه. چرا مردم هم میگیریم دیگه طرف میبریم؟ یک موضوع حکم قربانی چیست؟ علما دو نظر داره، بعضی سنت بعضی واجب میگه. اصل دلیل بالای وجوب است. الله امر میکنه فصلی لربک وانحر، قربانی کن بعد قربانی شوه. بسیار مردم ها قرضدار هستم مولوی صاحب. جناب خیلی بسیار قرضدار هستم مولوی صاحب. بسیار خوب قرضدار خو هستی، خود دین روز بچه در خانه پیدا شده بود، شویشش گرفته بودی، دول سرنه هم آورده بودی، رقصاندی، قرضدار هستی. بچه کاکایت آمده بود شرابخور، اینطور میمانی برش تیار کرده بودی که 10,000 روپیه را مصرف کردی. قرضدار هستی، توی ناسه بابایت بود، ناسه بابایت. از دیگه طرف تنها برای فامیلی چقدر رخت آوردی که کالا کد رفت. خدا فریب ندیم، الله علیم است. سر صفات الله عقیده داشته باشیم، نیت، اراده، تصمیم، کلی چیزای تو به الله معلوم است که امی قرض بانه جور میکنی به نکردن قربانی یا واقعا تو توان نداری. اگر اینجا برای قربانی واره چیزی ثواب توان نداری، خدا او امری که ایج نه فرض سرت نه واجب است بلکه بدعت است، در اونجا چطور توان داری؟ امر بدعت توان داری، قرضدار هم هستی، پدرش هم یالی وفات بکنه در روزی 3 و 4 و جمعگی و چلی پیدا کرده رایسته میده، بدعت است، بدعت است. لیکن اینجا میگه نه من قرضدار هستم. چطور؟ کدام رقم قرض است؟ نمیتونی ادا کرده؟ اینطور موقع در سال آینده تو زنده هستی، همینطور عبادت باز در دستت پیدا میشه. یک قربانی چی است؟ یک قربانی کی است که گرفته نمیتونه، به شرطی که اخلاص داشته باشه. یقینا کسی که اراده انجام عبادت الله سبحانه و تعالی را داشته باشه، از صدق دل الله اسباب برش مهیا میکنه. این را یاد داشته باشه. تو که از صدق دل اراده داشته باشه که من نماز جمعه را میخوانم، دوست داری نماز جمعه را، حتما نماز جمعه را میخوانی. از صبحکی حرکت میکنی، کارهای تا جمع میکنی، میگه در فلان ساعت باید من برابر شوم برم در جمعه. لیکن تو خو کدی باز پسان وی والا تا که وضو میکنم، تا که کالا را بدل میکنم، جمعه هم از پیشم رفت قرار پس خو میکنم. یادم هم سبا میگه که والا من از روی عذر نداشتی، تو اراده آمدن جمعه را نداشتی، خو از ما پنهان کردی، برای ما یک عذر بیان کردی. پیش او ذات خبیر چی میکنی؟ و ذاتی که نیت، اراده و تصمیم تمام کامل میدانه. از او خاطر به ایله و بانه خود از قربانی خطا دادن. اگرچه انسان الله مکلف نکرده مگر به اندازه توان. یقینا کسی که قرضدار است نداره، واقعا در دیگه معامله هم نمیکنه، در اینجا هم نمیکنه، الله از پیشش مطالبه نمیکنه که چرا قربانی نکردی، توان نداشت که بخره، نیست سرش. خو اگر یک آدم خوب دلپور است، وجه داره، یک جای مدرک داره، بله امروز قرض کرده میتونم، سبا داده میتونم، خو از این عبادت خود خطا نمیتونم، میکنم همین قربانی را انشاءالله، الله توفیق برش میده، برش جایز است که بکنه، ولی سرش فرض و ضروری و واجب نیسته. عطا ابن یسار رحمه الله میگه سألت ابا ایوب الانصاری رضی الله عنه، از ابی ایوب انصاری رضی الله عنه سوال کردم کیف کانت الضحایا فیکم، مسئله قربانی در بین شما در زمان پیغمبر علیه السلام چی رقم بود؟ عطا ابن یسار رحمه الله تابعی است، از این معلوم میشه که در زمان تابعین هم یک کم کم فخر فروشی ها شروع شده بود. یعنی یک
خانه 2 قربانی 3 قربانی را شروع کرده بود. از او خاطر تابعین خوب مردمی بود جویای ازی بود که منهج پیغمبر روش رسول الله و صحابه را خوب واضح بکنه که از او پیروی بکنه. میا از ابی ایوب انصاری رضی الله عنه صحابی جلیل القدر سوال میکنه که مسئله قربانی در بین شما چه رقم بود؟ قال ابی ایوب انصاری رضی الله عنه میفرماید كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزحي بشاة. بود یک شخص در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم که قربانی میکرد به یک گوسفند، عنه و عن اهل بیته، از خود و از اهل بیت خود. یک گوسفند از خود و از اهل بیت خود. فیأکلون، خودم میخوردن، و یطعمون، به دیگام میخوراندن، طعام میدادن. ثم تباه الناس، بعد از او فخر فروشی را مردم شروع کرد. فصار کما ترا، گردید حالت مثل که آلی میبینی شد. پیغمبر علیه السلام اینطورام نبود که همیشه در حالت فقر می بود. اینطور حالتا سرش آمده، مال دارایی خیلی زیاد برش پیدا شده، میتونست که به محبوب ترین سیاست خود خدیجه رضی الله عنها، بعد از او عایشه رضی الله عنها، بعد از او کل ازواج مطهرات، به نزدیکترین شخصیت مثل حمزه رضی الله عنه کاکایش، نمیتونست قربانی بکنه؟ میتونست قربانی بکنه. اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم 2 قربانی میکرد، یک قربانی برای خود و اهل بیت خود و یک قربانی برای امت خود میکرد. بعد از او عثمان رضی الله عنه، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، صحابه جلیل القدر هستند، نقل نشده که 4-5 قربانی کرده باشه. یک قربانی از کل اهل بیت کفایت میکنه. اگر کسی اینجا معلوم میشه عالی، اگر کسی بگه من توان دارم که 4 دانه بکنم، 5 دانه بکنم، 10 دانه بکنم، بسیار خوب است. بدم پیسه را در یک خانه یتیم برو بگو برای خود قربانی بخری، برای خود ذبح بکنی. در یک خانه بیوه بری، در یک خانه معیوب بری، در یک خانه مسکین بری، در یک خانه بیروزگار بری، امو پول بده، بگو شما برای خود حیوان بگیری ذبح بکنی. اگر مقصدی در رضای الله سبحانه و تعالی است، قربانیت خو شده، او خو مکمل تکمیل شده، آل اضافه کار بکو، کاری اضافه برای خود کمایی بکو، برو خانه دیگر هم آباد بکو. معلوم شو، این آلی معلوم میشه که واقعا رضای الله در کار است یا نه که نام و نشان در کار است. منظور چی است؟ اگر مقصد رضای الله باشه حتما همو کار میکنه، اگر نه که مقصد رضای الله نباشه، فخر فروشی باشه، باز میگه ما 5 نفر هستیم 5 میکنیم، در مادر خود و در فلان و در فلان و در فلان میکنیم. یک تعداد از ملحدین، کسایی که عقل قاصر دارد، درک احکام اسلام نمیتونه، و یک سلسله تبلیغات ها را میکنه، انواع تبلیغات میکنه. گاهی تبلیغات میکنه که حیوانات کدام مرض داره، بسیار مردم از قربانی باز میمونه. چرا قربانی نکردی؟ والا واضح شد که یک مرض در حیوانات بوده. گوشت دیگه مردم خورده رو ایستی، اونجا مرض نمیگی، اینجا برای خود بهانه میکنی، الله را تو فریب میدی. یخادعون الله والذین آمنوا، معامله فریب کاری با الله سبحانه و تعالی میکنی، الله را تو فریب داده میتونی. خو این تبلیغات ملحدین میباشه. دیگه قسم تبلیغات ملحدین چی میگه؟ اینقدر گوشت زیاد میشه برادر، چرا اینطور؟ هیچی گپ است؟ چرا امیر سلسله وار نمیکردن اینقدر گوشت؟ نه، از او کده که صدقه کنی خوب است، قربانیش نکو، ده خوار و غریب بده. قربانی حکم علایده است، الله از تو مطالبه کرده، تو را مورد امتحان قرار داده. ده این حکمت بزرگ الله سبحانه و تعالی است، تو ایره درک کرده نمیتونی. از او خاطر تبلیغات و شبهات ملحدین سرتان تاثیر نکنه که قرار نه 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 والا راست میگی قدر گوشتا چی کنیم؟ اینطوری باز چی بگویه؟ وقتی گرمی آمد سگ زمستان می بود خو قاق میکدیم شه، حالی خو از پیش ما چی میکنه؟ ما امی قدر غریب در افغانستان داریم که اگر توزیع بکنیم نخواد که برسه. با امی قدر قربانی، با امی قدر قربانی. تو از او خاطری شبه ها سر ما کار نکنه. یک تعداد دوستا زیاد سوال میکنه به
و مرده، خصوصا که نو وفات کرده باشه، سالش پر نشده باشه، والا پدرم نو وفات کرده برش قربانی کردیم. بدعت ها را از جان خود جور نکنی، در دین بدعت نکنی. تو از پیغمبر کده خوب نمیفهمی، تو از صحابه کرده حریص نیستی، از پیغمبر کده حریص نیستی. یک قربانی را که از اهل بیت گرفتی شامل مردم میشه، زنده میشه، با کلگی قربانی میشه. کرم و سخاوت الله سبحانه و تعالی عظیم است. بله اگر مرده وصیت کرده باشه که برای ما قربانی کنه، هر مرده که وصیت بکنه از 3 حصه مالش وصیتش نافذ میشه، اجرا میشه. مالش 3 حصه تقسیم میشه، 2 حصه حق ورثه است، 1 حصه حق مرده است. اگر به مو پول قربانی میشد قربانی برش میشه اگر وصیت کرده باشه، نکرده باشه خلاص. در مجموعه که قربانی از اهل بیت کردی مردان در شامل است. چرا جنجال دیگر از سری خود کش کرده رایستی؟ دیگه پیدا میشه ما قربانی با پیغمبر علیه السلام میکنیم. جناب محترم اول همی گناهکای خود بتکان، باز بعد از او دنبال پیغمبر برو. رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت امت میکنه. هر قربانی و هر عبادتی که تو میکنی پیغمبر قطعا شریک است. الدال علی الخیر کفاعله، هر عمل نیک رهنمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم است. هر عبادت قطعا تو شریک است. تو اول گناهکای خود بتکان، بعد از او با پیغمبر قربانی کو. تو خیلی زیاد دوست داشتی رسول الله را، یعنی که صحابه کدامش دوست داشت و برای پیغمبر قربانی کرده؟ نه. تو ولی بدعتا را در دین نکشه، از جان خود دین جور نکنه. دین بری خود حدود داره، دین بری خود راه داره. از این خاطری ترکا را باید انسان نکنه که از پیغمبر و صحابه برای ما نقل نشده. هر کاری خیر اگر می بود از ما کده کی پیش می گرفت؟ صحابه رضی الله عنهم. قربانی را انشالله دیگه مسائلش هم میفهمی. اول ضروری است اخلاص، خاص به خاطر رضای الله باید کشته شود. دوم شرطای قربانی است سالایش کلش هم میفهمی. گوسفند که از 6 ماه اضافه باشه میشه، اضافه باشه، نصف نه، اضافه باشه، 7 ماه 8 ماه باشه، بالا باشه، یعنی از نصف. بز فقط 1 ساله خام باشه. گو 2 ساله و شتر 5 ساله ایره مسنه میگه. در حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر به مسنه کرده و مسنه تشریرش امی رقم است. کدام حیوانی که در یک حدیثی که برای ابن عازب رضی الله عنه نقل میکنه پیغمبر علیه السلام منع کرده که قربانی شود، اونطور حیوانی که لنگیش خیلی آشکارا باشه، قطیرمه رفته نمیتونه. العرجاء بین عرجها، اون لنگی که لنگیش خیلی واضح است. دیگه قربانی مریضی که علف خورده نمیتونه، آب خورده نمیتونه، او قربانی نمیشه. دیگه او قربانی که او قربانی که خیلی لاغر است که حتی مغز نداشته باشه. ما و شما میگیم که بیچاره در هیچ مغز باقی نمونده، او قربانی نمیشه. و دیگه او قربانی که کور باشه و کوریش خیلی آشکارا باشه. و العوراء بین عورها آمده، او کوری که کوریش خیلی واضح باشه. این 4 عیب در قربانی متفق علیه است. اگر امیر رقم باشه قربانی نمیشه. هر عیب دیگری که برابر این عیبا باشه یا از این که اضافه باشه باز قربانی نمیشه. تنها باقی ماند ای که بعضی قربانی ها گوشایشان بریده می باشه. در بعضی حدیث ها آمده که مدابره و مقابله و این کلمات آمده که از پیش روی چیر باشه، از چیر باشه، از زیر چیر باشه. اگر کمی برای نشانی چیر شده باشه گوشا هیچ کدام پروا نداره. اکثر مالدارا به خاطر نشانی گوشای مال خود یک کمی چیر میکنه، یک کمی میگیره، یک کمی سوراخ میکنه. اگر این کمتر بود، در نصفه و از نصف زیاد نشده بود، پروا نداره. اگر زیاد بود اعتقاد دایسته که همونطور قربانی را آدم نگیره. بعضی مردم ها در نقاش که میری این مالدارا بسیار چالاک است، میگه نه چشم پټ میکنه. و برادر ایده کجا ذکرش است که گوشت چشم پټ کنه بس میشه دیگه؟ ایده کجاست؟ این گپ نیست. از او خاطر قربانی را آدم احتیاط کنه که به این سیستم باشه. دیگه یکی از جمله امور ضروری دیگه در قربانی است. بعضی مردم پیش قربانی خود ذبح میکنه، بعد از او در عید میره. تا وقتی که مسلمانان نماز نخوانده تو قربانی را ذبح کرده نمیتونی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم من فرموده من ذبح قبل الصلاه، کسی که ذبح کرد پیش از نماز
فإنه ذبح لنفسه، این آدم بری خود ذبح کرده. فإنما ذبح لنفسه، یقینا برای خود ذبح کرده، یعنی گوشت جور کرده برای خود، نه برای ازی. و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکه، کسی که پس از نماز ذبح کرد عبادت خود تکمیل کرده و اصاب سنت المسلمین، روش مسلمانان را اصابت کرده، رسیده، درست چی شده. دیگه موضوع در مسئله قربانی تا وقت و در نماز عید قبل از اینکه در طرف عیدگاه میرفت پیغمبر علیه السلام روزی خود افطار میکرد، اما در قربانی تا وقتی که قربانی را نکرده بود چی نمیکرد، افطار نمیکرد. لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، پیغمبر علیه السلام نمیبرامد در روز عید خورد مگر تا اینکه خوراک بکنه. باز ولا یطعم یوم الاضحی، در روز عید قربان نمیبرامد چی خوراک نمیکرد حتی یضحی، تا که قربانی میکرد. از او خاطر سنت است که سر گوشت قربانی آدم افطار بکنه. دیگه مسئله از جمله سنت های عید غسل کردن است، مسواک زدن است، خوشبو زدن است، کالای جدید یا شسته شده پوشیدن است. ابن عمر رضی الله عنه هم غسل میکرد، در حدیث میآید، و کالای خوب میپوشید و طرف عیدگاه روان میشد. دیگه در موضوع پیاده رفتن تا وقتی که امکان است، کسی که نزدیک است پیاده رفتن این سنت است، کسی که دور از خود موتر میآید. دیگه موضوع چی است؟ راه تبدیل کردن، از یک راه میرفت پیغمبر علیه السلام و صحابه، از راه دیگه چی میکردن. موضوع دیگه تکبیر تشریق گفتن است. تکبیرهای تشریق دو قسم است، یکی عام است، از اینمی روزای دگانه عام شروع شده. اگر ما عام همینطور در بازار میریم یک دفعه بگیم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد بگیم، این سنت است. ابی هریره و ابن عمر رضی الله عنهما میبرامد در بازار، ابی را میگفتم در روز. یکی خاص است، تکبیر تشریقی خاص که بعد از نمازها گفته میشه. از صبح روز عرفه، از نماز صبح بعد از او شروع میشه، یک دفعه با آواز بلند تا در روز 13 ذوالحجه روز 4 عید میشه، تا نماز دیگر که 23 نماز میشه. پس از هر نماز برای هر کس است، زن، مرد، خرد، کلان، نماز به جماعت باشه یا تنهاگذاری باشه، در هر حالت حکمشان واجب است. قول راجح است که تکبیر واجب است. شرم نکنی سر گفتن ازی، خصوصا در وقت آمدن به سوی عیدگاه. این تکبیرها باید خیلی جهر خوانده شود. و دیگه موضوع چی را از یاد ما نروه، دوستا خبر داری که نه الحمدلله کاری مسجد و مدرسه ما در حالت روانی است. دیگه تقاضای چنده داریم، در روز عید هم چنده میکنیم. دوستا را آگاه کنه که جیب خالی نبیاد، تنها کالا را پوشیده باشه، در جیب کالا کم کم پیسه را هم قطع خود بیاری. امروز خود جمعه هم است، انشالله چنده میکنیم. هیچ چیزی وجود نداره، فقط توکلت علی الله. دین روز حدیث خواندیم که در مورد توکل، اعتماد سر الله سبحانه و تعالی. ابن قیم رحمه الله میگه توکل دو قسم است، یکی در امور دنیاست، یکی در امور دین است. ما تشریح دادم در امور دین چی را میگه. مدرسه را شروع کردیم، توکل سر الله داریم، یقین داریم که الله سبحانه و تعالی مسجد در پای تکمیل میرسه. ما باشیم یا نباشیم، الله سبحانه و تعالی این کار ادامه میده. مردمی را پیدا میکنه، الله در قلبش میندازه که بعد من اینجا سهیم شم. از این خاطر یک موضوع چنده از یادتان نره. دوم موضوع پست قربانی. دوستا در هر نقطه‌ای که هستی پستان اگر آورده میتاری اینجا یا در نزدیکترین نقطه‌ای که جمع میشه پستا، مثلا در زان قیمت در خیرخانه جمع شه، در هر جایی که جمع میشه در اونجا ببری یا خود بفروشه و پولش بیاری بخیر که دمی چی مصرف کنیم در مدرسه ان شاء الله. این ناروا نیست، بالکل درست است، بهترین موقع یا جای خیرش است. دو مسئله دیگه موضوع در مورد کاری مدرسه. بعضی دوستا بعضی امور قبلا هم برای ما کم کم نام داده بود، یک کاری فلزکاری شه، برقدوانی شه، رنگکاری شه. یکی از جمله امور کارهای ازیر اگر به عهده گرفته میتونه نام خود، نمبر تلفن خود بده که امروز ما همکاری شه و ان شاء الله در این کارا. و یک موضوع دیگه برمه میزنیم اینجا. کسی اگر از دوستا برمه داشته باشه یا میشناسه رخ کنه قطع ما بعد از نماز جمعه بشینه که ما قطعش گپ بزنیم که اینجا چا میکنیم. حالی بسیار تکلیف است، آب فقط از تانکر میخریم، پول ما سری آب هم مصرف میشه.
الله سبحانه و تعالی توفیق بکنه که روزای عبادت خدا ان شاء الله به عبادت ها مملو پر بسازیم و الله قبول کنه از همه مسلمانان را. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور.